نبیجان نادیروف بیش از 30 سال باز در شهر اوش جمهوری قرقیزستان پزشک است و شهروندی این کشور را دارد. به گفته خودش وی از زادگاهش ناحیه لخش تاجیکستان در سالهای جنگ داخلی به قرقیزستان کوشید و در اینجا مقیمی شد. این طبیب تاجیک میگوید طول این سالها رابطه‌اش را با تاجیکستان نکنده است، ولی مناقشه های مرزی به حیات او بی تاثیر نبودند. قیین شد. ما قریب هر سال 2 بار 3 بار تاجیکستان میریم. خیشتا بار فرزندان تاجیکستان دا 4 سال هم بسته شد. 4 سال نتونستیم. بعد یک کمتر بک شده شد. یک بار باز رفتیم خیر دعوای مرزا بستگیش ده. کمتر تاجیکستان اجازت میداد رفتن. قرقیزستان اجازتش نبود. خیر ما رفتیم اجازتش رفتیم. یک بار دیدیم اومدیم. باز بسته شدیم. قریب 4 سال نرفته. این سال دوباره شدی رفتم راه نغز ساز نوار. این چایخانه پامیر است در شهر اوش. تاجیکان و تاجیکستانی ها عادتا اینجا جمع می شوند. زادگان ولایت بدخشان در دوران شوروی با بهانه کار در کارگاه نقلیاتی پامیر به اینجا آمدند. حالا به گفته رهبر تاجیکان ولایت اوش 45 خانواده پامیری در این شهر زندگی دارند و در مجموع به جمعیت تاجیکان 8000 نفر تاجیکان مقیمی اعضا هستند. Она, слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары. خدا را شکر آن محدودیتی که در دوره بسته بودن سرحد جاری بود برداشته شد. من به تازگی از اسفره از آسایشگاه زمرد و تماشای خوجند برگشتم چونکه این شهری بچگی های من است. دیدن وطن نفسی تازه می بخشد. با افتخار از آن جمهوری که زندگی داریم وطن را یاد میکنیم و به نیروی تازه آن نیاز داریم مثل هر فرد دیگر. من در فراز 2 درخت بزرگ چنار قرار دارم. مردم منطقه تاریخ دقیق شناختن این درختان را نمیدانند، ولی میگویند که چند صد سال است که این درختان موجود هستند و طرف بزرگتر میشوند. یک رمز اساسی موجودیت این درختان برای مردم محل در آن است که در یک سوی این درختان محله تاجیک نشین است و در سوی دیگرش محله قرقیزتباران در دهه پراودی ناحیه انتماق ولایت اوش است و در اینجا لحظه های شاد خیش را مردم 2 محل بیشتر میگذرانند و با هم جمع آمدهای زیبا دایر میکنند. تاجیکان ناحیه انتماق قرقیزستان اکثرا در همین جا تولد شدند و گذشتگانشان در عصر 19 به اینجا آمدند. حالا تقریبا 300 خانواده آنها در اینجا زندگی میکنند. اگه من نوزد 1870 سال با بیکلنام اوما باشه اینجا 4-5 کس دیگه اینجا اومده یگان دختر تاجیک شده نیست یا ای قرقیز ای قشقری شده در همون جای ما قشقری و زنگفته است بسیار شده رفتگی. اکثری آنها با سبب‌های گوناگون از وادی رشت به اینجا کوچ بستند. یکی از چنین عائله‌ها خانواده محمد شریفوفا هستند و به گفتهشان هرچند به تاجیکستان کم میروند ولی رشته خیش و تباری را نکندند. خیشامون در اچای خیشای توغیان پدر مادریان و خیشاش در جرگتال قراتگین هم قراتگین رفت صحبت میکنن همه سال قرمین رشت کردن همه روز شکلدگی روز اومدن گشته اومد برفتن خیشامون قراتگین همونجا اومدن میموشیدن رفت اومد سوزای. به گفته تاجیکان قرقیزستان بحث و مناقشه های مرزی به حیات آنها تاثیر زیاد نرسانده است و از جانب مقامات قرقیزستان فشار و اذیت ندیدند. حیات ما در تاثیرش اکید ما در اینجا زندگی کردیم یگان چی شده نیست. دولت نه هم رحمت کی تو همین ارگانو همه ایل حکومت میگم رئیسای چی خلا خول پسیده شده آدما را ممکن یگان انت پانیک نشود همیو چیز نشود. لیکن پانیک گنده خلق یگان کس وقتر میگه جید دولت هم که تکیزی کرد که همین حضور زندگی. زندگی تاجیکان ولایت اوش به حیات مردم تاجیکستان مانند است. قسمی از آنها به مهاجرت مهنتی میروند و قسم دیگر با دهقانی و چارواداری مشغولند. در کارهای دولتی و جمعیتی نیز فعالانه اشتراک میکردند. انا خودمانم پسرم همه جا خوند کارکن دولتی بود. دخترم موزد یک بانک با
دиректор шуда кор мекунад. Ҳамаш ҷоҳо муомад метиҳанд. Агар савод дошта бошӣ, худаш рафта ягон наоборот ёрӣ мерасонад. Мегӯяд ки архила чӣ миллат бояд кор кунад. мо бисёр мо ягон проблема нест. худоро шукр мегӯем ки дар инҷа ҳамин халқокати ҳама забон халқо қирғизу тоҷику узбек ҳамаму бо ҳамдигар бо иттифоқӣ зиндагӣ мекунем. میگه من توی تماشاها میشم چه خیلی کارام باشه همه یکیم. از طرف دولت من حاضر با گفتن از طرف دولت برای صنف های من تاجیکی صنف ها است مکتب اومده از طرف دولت هم بسیار یاردم است. ولایت اوش جمهوری قرقیزستان با دو ولایت تاجیکستان بدخشان و سوخت نزدیکی دارد. ماه مارت امسال گذرگاه های سرحدی اول به سمت ولایت سوخت باز شدند و بعداً با ولایت بدخشان. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و مردم دو کشور با بهانه کار و پیوندهای خویشتباری به حدودهای همدیگر گذشته کار و زندگی میکنند. آنها میگن عرف و عادت و محیطی به هم مانند سبب پایداری دوستی در این منطقه است. هرچند سالها بر سر آب و زمین و راه و دیگر نیاز زندگی با هم بحث و مناقشه داشتند، اکنون از صلح و همزیستی میگویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از شهر اوش جمهوری قرقیزستان.